پولو باز فوتبالگذاری دسته پومیر تلاش میکنن. ادوارد چی کار میکند با یادگاروف؟ دلیل یادگاروف بسیار عالی برای شادبی غفارov و ایستاد شده بشود. با این تو بالا فکر میکنم و پیش میخوانند در شهر دوشنبه همین بازیه که بود. دوستان گرامی، اول صاحبان میدان توپ رو از دروازه شون گرفتند، بعدی ضربه شیرزاد محمدیев. توپ ضربه نامد مطلوب رسولی. یک ضربه دیگر و ایستاد چمپیونات امسال است، چمپیونات مملکت. حسن رستمov دوستان گرامی سال گذشته در دسته خوجند بازی میکرد، 20 بازی گذرانید و یک گل زده بود. البته امسال در دسته ریگل زده است چونکه نتیجه مساوی جوابگوی بازی هر دسته است. و در اینجا هم دوستان گرامی